دهقانی کارخانه واحد دولتی تعلیمی تجربوی حصار نوی حصار با تخم پروری مشغولند. آنها با عالمان انستیتوت اکادمی علم‌های کشاورزی جمهوری تاجیکستان همکاری زیش دارند. از تخم‌های اختراع کرده آنها استفاده برده حاصل دلخواه می‌رانند. کارخانه واحد دولتی تعلیمی تجربه حصار نوی حصار در اختیارش نزدیکی 200 گکتار زمین داشته در پرورش زراعت‌ها یکی از خوجگی‌های پیشقدم به حساب می‌رود. امسال آنها در میدان 56 گکتار پخته در باقی مانده زمین‌ها پیاز و کارتوشکا، غله‌دانه، گندم و نخود و زغیر کش نموده بودند که از آن حاصل دلخواه به دست آوردند. حاصل جمع‌آوری نمودهشان امروز کشاورزان را قانع می‌گرداند با آنها از نتیجه مهنت شبانه روزی خود ثمر می‌بردارند. هولوچیکتی نوی هولبوک و فلورا کش نمودهشان نشونمای خوب گشته است و کارکرد اگرتکنیکی بین قطاره‌ها را با موفقیت به انجام رساندند. امروز ما در قطعه زمینی 5 گکتاره قرار داریم که در اینجا نوعی هولبوک یک نوعی پخته از دانشگاه استحصال کردگی هستند. نوع رو تیار کردگی. دوام 2 سال است که این رو ما میکاریم، کشت میکنیم. حاصل نوکیش میبینیم. نظر بر دیگه پخته‌هایی که ما کشت میکنیم حاصل نوکی نوعی هولبوک خیلی بلند است. از این نیت داریم که میدان کشتی این نوع رو زیاد کنیم. سال گذشته 2 گکتار بود، من این سال علاقه 10 گکتار کردیم. این نوع رو میخوایم با سال گذشته فقط برای تخمی جدا کنیم این زمین رو. سال گذشته کشاورزان این گوشه کشور از هر گکتار زمین تا 50 سنتنری حاصل غله و 25 سنتنری پخته به دست آوردند. آنها باوری دارند که امسال نیز حاصل دلخواه جمع‌آوری خواهند کرد. در این خوجگی همچنین پرورش پمیدور، بودرینگ، پیاز بهاری و تیرماهی و دیگر نماد زراعت‌ها خوب به راه مانده شده است. کشاورزان خوجگی اقدام حکومت مملکت را در سمت دستگیری عادلانه و سری وقتی حسابیده فراوانی و ارزانی نرخ محصولات را نیز نتیجه این اقدام می‌دانند. علاقه مو کشتی تکراری من بودرینگ من سورت‌های بی‌نظیر سورتی نوروز در مساحت 2 گکتار کوریدگی من با 2 گکتار پمیدور من کشتی تکراری من مکادون مکاسیلس برای خوراک چوربو بعدی مکادون گرفتن بو من باز این زمینی که از من بودرینگ میباشه جدا زمینی گندم بود 45 تا 50 سنتینر گندم گرفتیم این زمین ها. من که بودرینگ من نشونماش خوبه حرکت داریم که من بازارهای محلی و ریسپوبلیکا من یارمارکو هست هر روز شنبه بازار ما چینده به بازارو برده و مردم تامین میکنیم. خوجگی مذکور برابری پخته‌کاری و زراعتکاری باز به ساحه چارباداری نیز مشغول میباشد. در اینجا عین حال 110 سر مال کلان شاخدار از این قریبی 60 گاوهای شیرده و گوساله‌های نسل‌های روسیگی پرورش کرده میشوند. آنها همروزه در یک شبانه روز تا 300 لیتر شیر استحصال می‌نمایند. در این خوجگی عین حال 12 نفر زنان و دختران نوی حصار با جای کاری دائمی تامین میباشند. اجرایش پلان شیر است. من علاقه قریب 90% پلان شیر اجرا شده است. باید همی 10-15 روز شغلو من شیرم اجرا میشه. من گوساله‌گیری مونم با قدر امکان اومده علاقه از هر سرشمار حسابی که 80-70% من گوساله‌گیری مون اجرا شده. آخره خوراک چوربه من 2 گکتار لبلبون کوریدگی من مکاسیلوس علاقه مو حسابی 110% قریب و 14 منمو بیده زدیم. پریسی بیدگی داریم، کاه گندمی داریم، علاقه ذخیره کردگی. مکادون میگیریم. من ما خود سخی خودمون موندیم سخی کم بکارم زنی میدکنی هم مکادون که علاقه ما یکانجا چی نمیکنیم خودمون میزنیم کم بکارم برای خوراک چوربو. در ناحیه حصار به مسئله رشد ساحه چارباداری دقت جدی داده می شود. در خوجگی‌های ناحیه برای نمونه‌وار گذراندن فصل زمستان به قدر ضروری خوراک چاروا ذخیره کرده شده است. خورشید علیموف، رستم پیر محمدوف، ناحیه حصار، نوید.